چرا تقلید کورکورانه کرده رایسته؟ وقتی که اولادش میشه در بندی سخی سایبرایی میکنه شه. چرا این کار میکنی مردکه؟ والا پدر تا پدر همی کار کردیم. الله متعال میگه کار غلط میکنه. وقتی سند و دلیل نداره حتما تابعداری خواهش خود میکنه، پس خواهش معبودی شد. ان الله لا یهدی القوم الظالمین. الله هدایت نمیکنه، راه درست نشان نمیده برای قومی که ظالم باشه. بزرگترین ظلم شرک است. پس کدام قوم که شرک انجام داده قطعا الله متعال راه درست برش نشان نمیده. مراد از او مردم است که اصرار سر شرک داره، یکی کسی است که توبه بکنه. ولقد وصلنا لهم القول. یقینا پی در پی روان کردیم برایشان القول کلام خدا، یعنی مضامینی که نصیحت و پند برایشان بود. لعلهم یتذکرون، بخاطر که یا نصیحت بپذیره. خلیکنی مردم ها با پی روان کردن قرآن کریم هیچ در ذهنشان نآمد. الذین آتیناهم الکتاب، او کسانی را که ما دادیم کتاب من قبله پیش از قرآن کریم، هم بهی امو مردم ها بهی به قرآن کریم یؤمنون ایمان داره، بخاطر که مطالب قرآن کریم مکمل مطابقت داره با امرایی که امو کتابایی که سر خودشان نازل شده بود و تحریف هم درش صورت نگرفته بود، از او خاطر اثرش ایمان داره. و اذا تتلا علیهم قالوا آمنا، زمانی که تلاوت کرده میشه می قرآن کریم بالایشان، قالوا میگویند آمنا به، ما ایمان سرش داریم. انه الحق من ربنا، یقینا امی حق ثابت است من ربنا، جانب پروردگار ما. انا كنا من قبله مسلمین، یقینا ما بودیم پیش از جمله تسلیم شوندگان. یعنی امی علما چون کتابای سابقه دیده به مجرد آمدن قرآن کریم و اعلان نبوت رسول الله صلی الله علیه وسلم مکمل خدا به حق تسلیم کرده و بالکل اعتراف کرده که ما پیش از به حق تسلیم بودیم، چیزی جدید نمیاریم. اولئک یؤتون اجرهم، اینمی مردم ها که علمای اهل کتابی منصف بود، اجرهم یؤتون داده میشه اجرهم پاداششان مرتین دو کرد، بما صبروا بسبب استقامت و صبری که اختیار کرده. و یدرؤون بالحسنة سیئات، دفع میکنه توسط نیکی خود یا السیئات بدیره، بالحسنة توسط طاعت خود، السیئات گناه را توسط بالحسنة حسنه، یعنی مراد از پیش صبر و حلم. السیئات جهل و غفلت خدا دفع کرده. جهل و چیست دولت گذاشته، غفلت گذاشته، رای صبر و حلم در پیش گرفته. و مما رزقناهم ينفقون، از بعضی آن چیزی که ما برش دادیم صدقه میکنه، خیرات میدشه. در یک حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم 3 نفر اجر دبل قائل است که 2 مرتبه اجر برش داده میشه. یکیش او کسی که اهل کتاب باشه، باز وقتی که رسول الله آمد یه عقیده کنه ایمان بیاره، از دین سابق خود بیاد در اسلام، اجر دبل الله برش میده. چرا میده؟ در می آیت قرآن کریم خودش اشاره کرده که بما صبروا، به سبب آن چیزی که صبر کردن. اینجا چرا این کدام صبر کرده؟ این چی صبر کرده که یک آدم موافق یا عقیده که در کتابای سابق باشه، عالی هم در کتابایش موجود باشه، بله صبر کرده. بسیار نکته عجیب است. چی صبر کرده؟ یک آدمی که 50-100 ساله میشه در یک طرف نماز خوانده باشه و دین حق گفته باشه، ناگهان کتابی بیا، کتابی از یاره منسوخ کنه، عمل کردای از یاره باطل اعلان بکنه، آلی دیگه بسیار سخت است که از او دین به دین جدید بگردی. آلی سخت است یا نه؟ ما و شما دعوت میدیم به سوی یکتا پرستی. پدر، بابا، ماما، برادر، کاکا، اقارب ما مبتلا به شرک است، برش میگیم بیای به قرآن بشینی که قرآن عقیده توحید بیان میکنه و مردکه زود جور نمیشه، بلکه تو را متهم میکنه که دیگه زورش نرسید. تو را متهم میکنه اگر زورش برات نرسه که مردکه دینی جدید آورده، لیکن الله کی کسی را بصیرت نصیب کرده مثل علمای اهل کتاب، علمای منصفش، و مجردی که فهمیدن که بله پیغمبری که آمده، قرآنی که آمده بالکل مطابقت به مو گفته های داره که در کتابای ما موجود بود، همو عقیده توحید او هم بیان میکرد یا بیان میکنه. پیغمبران دعوت به توحید داده یا دعوت به توحید داده، یعنی برنامهشان مشترک است.
آلی همینطور آدم سری نفس خود لغت میمانه با وصفی که وجدانش غیرتش شیطان وسوسه انداخته رایسته که چرا خدا بی غیرت میکنی، تسلیم میشی به دینی دیگه، دینی خودی تام دینی آسمانی است، بعد امیر پیروی بکنی. آلی برگشتن از همون نظام به نظام جدید بسیار سختی را چی میکنه؟ طلب میکنه که بسیار سختی صبر استقامت میخواه. از او خاطر دو تا یک تا شده. عالم یهود و نصارا زمانی که به قرآن ایمان آوردن پیغمبر را تسلیم کردن الله دو اجر برش میده. این به خاطر از اینه که چی است؟ دو دفعه، یک دفعه اوجه ایمان آورده یک دفعه ایجا، نه به خاطر که ایمانی جدیده که میاره تقاضای صبر و استقامت میخواه، چرا که سالا او طریقه را انجام داده. وقتی که در این طریقه میایه خط بطلانه سری طریقی خود میکشه، این سری انسان بسیار سخت تمام میشه. از او خاطر الله متعال اجری دبل داده. دوم امو غلامی که حق بادار خدا و حق الله را پورا کرده، او را الله اجری دبل به خاطر میده که با وصف ازی که همیشه در کار و روزگاری مالک خود مصروف است، لیکن بازم حق الله را شناخته معرفت حاصل کرده و کل حق الله را ادا کرده، ایام الله برش اجری دبل میده. سوم امو کنیزی را که یک آدم تربیه کنه، غذا برش بده، نان نفقه علم برش بیاموزه، بعد از او آزاد کنه، خودش نکاح کنه. نفس انسان تقاضا داره که خود کنیزیت بود، ای بری خود یک زن حره جور نکو، لیکن بازمی به خاطر رضای الله نفس خود پایمال میکنه، قطعی از این نکاح میکنه، الله اجرش چند؟ دوچند برش میده. ما و شما هم در کدام عباداتی که خیلی سر ما سخت تمام میشه، طبیعت ما قبول نداره، شیطان بر ما ننگ آورده رویست، اگر ما او عبادت بکنیم بسیار الله متعال اجر دبل میده، بالکل میده. سابق ما خاکای قبرا را خوردیم، بگوی چکری قبرا را زدیم، دوره در قبرا کردیم، شناخسنگ قبرا را قطی سنگا زدیم، آلوچکا در قبرا انداختیم، یا سخی صاحب یا پیر بابا را صدا کردیم نکردیم. آلی وقتی که این گپا را کلش باطل اعلان میکنیم بسیار سری ما سخت تمام میشه یا نمیشه؟ بالکل میشه. با وصفی که همین سر ما سخت تمام میشه، لیکن باز هم عقیده حق میپذیریم انشالله که الله برای ما چند اجر میده؟ دو اجر میده، بالکل اجر میده. چرا که اونجا دو اجر به ما صبروسته، به سبب آن چیزی که صبر کردن. اینجا ما و شما انشالله صبر میکنیم، ایرا را تعقیب کردن چی میخواه؟ صبر میخواه. چرا که مردم تو را متهم میکنه، تاپا میزنه، شپیلاقا سرت میکنه، قطیریک میزنه، اشاره میکنه، اموست امو مسجد از امواست، همینطور میگم. و یدرؤون بالحسنة سیئه، الله مدح امی علمای اهل کتاب میکنه، صفتای مشخصی از واره، اخلاقی پسندیدی از واره در قرآن نقل میکنه، درس عظیم برای ماست. و یدرؤون بالحسنة سیئه، دفع میکنه توسط نیکی السیئه بدیره، بالحسنة توسط طاعت و فرمان برداری، السیئه نافرمانی و سرکشی را، بالحسنة توسط علم، السیئه جهل و غفلت خود از بین میبره، بالحسنة توسط حلم و بردباری، السیئه کدام غضب و چیستا مستر شدنی که برش آمده، استراب و پریشانی برش آمده. و مما رزقناهم ينفقون، از بعضی آن چیزی که ما برش روزی دادیم، اگر علم است، اگر مال است، اگر نفوذ اجتماعی است، رویداری است، ينفقون در جای مناسب، در راهی که الله راضی است، در اونجا مصرف میکنه. این صفتای علمای اهل کتاب الله متعال بیان کرد بر ما. و اذا سمعوا اللغو، وقتی که میشنوه همی علمای اهل کتاب با انصافش، اللغو چیزای بیهوده را اعرضوا، اعراض میکنه، روی میگردانه عنه از او، بالکل یک دقیقه یک لحظه عمر خود از ضایع تیر نمیکنه. و قالوا لنا اعمالنا، و قالوا گفتن لنا اعمالنا و لکم اعمالکم، میگوین به امرای مخالفین خود، کسایی که یاره طعنه میده که شما وهابی شده، این را مردم چی میگفت؟ وهابی. حالی شما را وهابی میگن. در اون زمان صابی برش میگفت، صابی. هر کس که دینی با اجدادی و بابایی خود ترک میکرد او را چی میگفت؟ صابی. از او خاطر کدام اهل کتابی که ایمان به پیغمبر آورد، به رسول الله آورد، واره قومایشان چی گفت؟ صابی. میگه شما صابی شدی. پیغمبر علیه السلام هم مردمش چی میگفت؟ اول گفت صابی شده، دین پدرها را اله کرده. از او خاطر الله متعال میگه
که اینمی مردم های اهل کتابی با انصاف شاهدی داده، بالای قرآن بالای پیغمبر ایمان سرش آورده، از مال از علم خود مصرف میکنه در راه مناسبش، توسط حسنه سیئه را از بین میبره، این صفتا را داره. یکی از صفتاش است که با مخالفین مواجه میشه. چرا؟ قوم تا نمیده که دین آبا و اجدادی ترک کرده، چرا در دین دیگر را رفتی؟ تو خو یهودی بودی، چرا ایرا گذاشتی؟ نصرانی بودی، چرا ایرا گذاشتی؟ بسیار سرشان قهر میشه. یا چی میکنه؟ و اذا سمعوا اللغو، وقتی که گپای ناشایسته دو دشنا متعن و لعنه از مخالفین خود میشنوه، از قومی خودش، اعرضوا عنهم، روی میگردانه از او، اجتنا برش نمیکنه. و قالو میگه به همون مخالفین لنا اعمالنا، به ما اعمال ماست، و لکم اعمالکم. شما ایره چی میگه؟ شما را دینید، ما را دینی ما، شما میدانی اعمالتون و برای ما اعمال ماست. سلام علیکم، این کدام سلام است؟ این نیست که شما سلامتی سرتان باشه، نه، ایره سلامی متارکه میگه. دیگه قطع ما سروکاری نداره، دیگه گپا را بس کنه، بس ما میدانیم اینمی دین، اینی منهج، اینی مسلک ماست، خلاص ما پذیرفتیم، دیگه قطع بر ما نگوی که اینطور است اینطور است. لا نبتغی الجاهلین، ما طلب نداریم جاهل ها را، صحبت مردمایی که غافل و جاهل است را طلب نمیکنیم، هیچ ضرورت نداریم قطع شما بحث کنیم. آمده برای ما چی میگه؟ بیا که اول رای میکنه که سر اسقاط مناظره میکنیم. چرا بکنیم سر اسقاط؟ برو مرده تا 2 ساعت در گرمی بمان، پندکار کلان کلان در 200 نفر بگردان، با من چی؟ من چی میکنم؟ ضرورت ندارم. لا نبتغی الجاهلین، ما طلب نمیکنیم جاهل ها را. قرآن کریم درس میده، یعنی او کسی که جاهل است، حتی درک نداره، مفهوم فهمیدن نمیتونه، وقتی تا سرش ضایع نکو، قطع زیاد پیش نرو، او دو دشنام برات میگه، لیکن تو بالکل وقتی تا سرش ضایع نکو. چرا؟ جاهل است، نمیدانه. قطع جاهلا ستیزه، قطع جاهلا بحث کردن خوب نیست. انک لا تهدی من احببت، پیغمبر علیه السلام الله مخاطب قرار میده، ای پیغمبر علیه السلام تو به مقصد رساندن نمیتونی. تهدی اینجا به مقصد رساندن است، در اصطلاح آمکی ما توفیق دادن نمیتونی، از ایمان آوردن، از ایمان آوردن توفیق دادن نمیتونی، بلکه وظیفه تو تعلیم و تبلیغ است، راهنمایی و را روشن ساختن، واضح کردن است. تو به مقصد رساندن نمیتونی. من کسی را احببت که دوست داری، ولکن الله، لیکن الله متعال یهدی، هدایت میکنه، راهنمایی میکنه، من یشاء، کسی را که الله بخواه. بله، پیغمبر علیه السلام در آخر عمر ابو طالب کاکای خدا آمده، پدری علی رضی الله عنه، چرا که بسیار قربانی داده، پشتیبانی پیغمبر علیه السلام در میدانهای مختلف کرده. پیغمبر علیه السلام اینطور شخصی بود که احسان کسی را سری خود نمیگذاشت، از همون خاطر به کاکای خود آمده، چی برش میگه؟ قل لا اله الا الله، لا اله الا الله را بگو، کلمتا، اینطور کلمه که اشهد بها عند الله، که من شاهد بگیرم ایرا، امی کلمه را در نزد الله متعال ایرا شاهد بگیرم، بگو امیرا. لیکن در پالیش به جهل عبدالله ابن امیه ابن مغیره، او اردوم آمده نشسته، برشان طعنه میده که دینی پدرای تا اعلام میکنی، بی غیرت شدی، دینی پدرها را آلی. در این وقت آخر ابو طالب خود بگه به الله قسم که دینی برادرزادیم حق است، لیکن وقتی که پیغمبر مرا گفت که همی قدر بکو که من شاهد جور کنم در پیش الله متعال تا شفاعتی تا بکنم و از آتش جهنم نجات پیدا بکنی، قوم برما طعنه میده که از آتش جهنم ترسید، بی غیرت بود. از خاطر ما نام بی غیرتی را سری خود نمیمانا. اینی را غیرتی چی میگه؟ جاهلیت. غیرتی جاهلیت اینی را میگه. چی درس عظیم است. پیغمبر علیه السلام برای از اینکه کاکا یک دفعه کلمه را بگوید، قدر کلمه را میدانی یا نمیدانی برادر و خواهرها؟ قدر کلمه، عقیده توحید و یک تا پرستی الله متعال در عمر یک مرتبه گفته باشی، عقیده و باور کرده باشی، دنیای عمر کلش ده بدبختی تیر شده، اعمال بد کرده ای، الله توبه نکردی،
الله دمشیتش قرار داد، معافم نکرد. آلی مطابق همو گناه ها در آتش جهنم انداخته میشی. آخر الامر جایت کجاست؟ جنت است. آلی قدر لا اله الا الله را میدانی یا نمیدانی؟ لا اله الا الله در عمر انسان بزرگترین نعمت عقیده توحید و یکتاپرستی الله است. پیغمبر علیه السلام زیاد دلسوزی میکرد، بار باری کلمه را پیش میکرد، لیکن ابو جهل و عبدالله ابن امیه برش میگفت عجیب است، دینی پدرها را در این وقت آخر اعلام میکنی، این قدر وقت اعلام نکردی، بسیار بی غیرت هستی. اینمی را غیرت جاهلی میگه. تاسف در اینجا همین نکته فعلا زولانه پای امام شده. اکثر مردم ها چی میگه؟ ما روش پدرها، دینی پدرهای خدا اعلام کردنی نیستیم. بله، اگر پدر یقینا مثل ابراهیم علیه السلام واری باشه ورای از زیر تعقیب میکنیم. من تو را میگم که لازم بگی. اگر در جمله پدر خصوصا پدر معنوی اعلا که از نفس کده بر ما پیش از رسول الله صلی الله علیه وسلم است، اگر رای از او را محکم میگیریم من برات میگم. لیکن او پدری که بیچاره در عمر قرآن نشنیده، چوپانی کرده، دریوری کرده، دیقانی کرده، برو یک کار دیگر را کرده، او بیچاره از چی معلومات نداره. او رای از او را خواهم ترک میکنی. چرا که رای قرآن برات واضح شد خود تو ترک میکنی؟ من که در رای از او میرفتم، آلی دیگه در کجا میرسیدم؟ او خود رفته بند آورده، او به اولاد خود بند آورده از آقا صاحب. من در اولاد خود بند نمیارم. چرا اولاد الله کلان میکنه، بندا کلان نمیتونه؟ این خود شرک است، نمیشه اینطور. انک لا تهدی، تو در مقصد رسانده نمیتونی پیغمبر علیه السلام، بلکه وظیفه تو تبلیغ و تعلیم، احکام واضح روشن بیان کردن است. من کسی را در مقصد رسانده نمیتونی احبابتا که دوست داری، ولکن الله یهدی، لیکن الله است که به مقصد رسانده میتونه. من یشاء، کسی را که الله بخواه، و هو اعلم بالمهتدین، الله خود علم داره که لیاقت هدایت کیست، کی هدایت اختیار میکنه. الله خود میدانه، از خاطر اسباب هدایت برش مهیا میکنه. یک کسی که خود اراده طلب هدایت نداشته باشه مثل ابو طالب باره، بلکه خودش میگه که ما اخترت النار علی الشنار، ما آتش سری چی بگوی ننگ ترجیح داده. او توری مردم ها را خود الله هدایت نمیکنه. از آیت قرآن واضح معلوم میشه که ابو طالب کاکای پیغمبر چی است؟ کافر از دنیا رفته. بلکه در حدیث صحیح میآید که خفیفترین سبکترین عذاب از کیست؟ از ابو طالب است. امی مستثناست از دیگه کفار کده، لیکن امو سبکترین عذابش است که در قفی پایش کوغ مانده میشه، لیکن در کلش دماغش چی میشه؟ در جوش میآید. از این حدیث هم معلوم میشه پس او مردمایی که گمراه هستن تلاش دارن که اسلامی ابو طالب به مردم ثابت بسازه. کلی هم غمیشه می رقم است، میگه پس زنده شده، باز مسلمان شده، علی زنده کرد شه، علی زنده کرد شه پس مسلمان شده. این گپا کلیش واهیات و غلط است. قرآن شاهدی میده که در حالت کفر رفته. از او خاطر الله پیغمبر گفت که تو در مقصد رساندن نمیتونی. اگر او پس از آن توسط پیغمبر مسلمان شده باشه، تکذیب آیت قرآن میشه که الله پیغمبر گفت تو هدایت نمیتونی، او باز هدایت شده باشه، تکذیب آیت قرآن میشه، تکذیب الله میشه. اگر نه که توسط علی رضی الله عنه هدایت یافته شده باشه، باز خو مرتبه علی از پیغمبر کده خیلی بالاست که با پیغمبر الله میگه تو هدایت نمیتونی، در مقصد رسانده نمیتونی، لیکن علی رضی الله عنه رسانده، باز خو مقام مرتبه علی بالا شده است. کی کده؟ از رسول الله کرده. از او خاطر پسی گپای شما واهیسته، غلط است، درست نیست. و قالو گفتن این نتبع الهدا، یکی از بهانه های دین گروزا یام است. حالی هم که یک تعداد مردم بگویی که بیا دین تابیداری کو، دین قدما چی کده؟ مردم در کره ماتاب رسیده، تو بازم برای من نماز و دین گفته رایستی. این بیچارگک فکر میکنه که التزام دین سبب عقب ماندگی است، حالا که التزام دین سبب اعلا شدن دروازه رحمتی کیست؟ سبب غلبه و تسلط مسلمان است. لیکن بعضی بدبختایی مطلب درک کردن نمیتونه، بهانه شانی نمیست. وقتی برش میگی بیا که دین التزام بکنیم، برات میگه دین ما را در بدر کرده، وضعیت کشور ما را بی امی گپا را میگه نمیگه. در او زمان مشرکین مکه امی گپا میزدن و پیغمبر علیه السلام میگفتن اگر ما قطعی تو ایمان بیاریم چی میشیم؟
ما را مردم میگریزانه امن تبدیل به وحشت میشه. جوانای ما خواهرها و برادرها یک دفعه که برش میگی بیا سلفی شو، عقیده توحید الله را بپذیر، میگن نه نه نه، اگر من سلفی شوم باز مرا چی میکنه؟ لط کوب میکنه، مرا باز خانه نمیمانه، مرا از منطقه میکشه. چطور در حالتی که نعوذ بالله در راه غلط روان استی، تو به امن استی، عزت داری، که راه حق بپذیری تو عزت و امن نداری؟ این بالکل دروغ است. الله از او خاطر میگم و قالو گفتن این نتبع الهدا، اگر ما تابعداری هدایت کردیم یعنی اسلام پذیرفتیم، محکم رای توی پیغمبر علیه السلام، چون که کل مردم مخالفی نظریه توسته، تنها تو هستی و همی چند نفره کی لاغر چند نفره کی چی غلامک قطیت هستن. اگر ما ایمان قطی تو بیاریم مردم از ما حول جمع میشه، به خاطر از بین بردن تو ما رم اختطاف میکنه. برو بخیر، یک کمک زندگی که آرامی که داشتیم همیام چی میشه؟ از بین میره. ملا صاحب که میگی که شروع کو، آلی دیگه سنت ها را تطبیق کو، توحید بیان کو. میگه مولوی صاحب نمیتانیم. چرا؟ یک کمک زندگی که جور دارم امی امامتک است، اگر یک دفعه شروع کنم مردم مرا میگه بستره تا بسته کو، بستره تا بسته کو. او ملا صاحب بیا قرآن برات چی میگه؟ در او صورتی که تو کتمانی چی میکردی؟ دین میکردی، الله برات چی داده بود؟ راحت و عزت داده بود. اگر تو وضاحت دین کردی، به الله قسم اینطور عزت الله بری تو بده، بری تو بده. مردم پیسه را در جیبی تو تیله کنه، گریان کنه که تو نگیری، گریان کنه. کالایش نگیری، گریان کنه. پیسهش نگیری، گریان کنه. عزت الله برات میده. بیا چطور؟ اسلام مایه عزت است، ترک اسلام مایه عزت نیست. او ملا صاحب بیا اتکا به سوی الله بکو، حق بیان بکو، باز میبینی که الله عزت بر تو میده یا نمیده. امی بهانه را مشرکین مکه میگفت اگر ما ایمان بیاریم امرای تو نتخطف را بوده میشویم، اختطاف میشویم من ارضنا، از سرزمین ما، پریشانی ها و تکلیف ها بر ما پیدا میشه، ما وابی جور میشیم. هر جایی که بریم مردم میشناسه ما را، سودا سر ما نمیکنه، جای بر ما نمیده، کمک بر ما نمیکنه، اینی گپا را میزنه.